بلوچی زبان وانگجاه، مدرسه زبان بلوچی، پارسی رجانگ، ترجمه فارسی. بلوچی بنگیجی وانگجاه، سید هاشمی رهبند. چهارمی دروند دک. درس چهارم تشدید. بنده را سه آبی گالند، بله ایشانی گودی هر دوین آب یک راستند و پدا هر دوین وشتند. پمیشکا پسوبکی هاترا گودی دوین همرنگی آبانی بدل یک آبی زیرک بودند و آیی سرا این نشان که دک یا شد گوشک بید جلگ بید. در اصل این کلمات سه حرفی هستند، ولی دو تا حرف آخر مثل هم و همچنین ساکن هستند. با خاطر تلفظ سبک کلمات یکی از دو حرف مثل هم حذف شده و روی یکی از آن حروف علامت تشدید زده می شود. با برداشتن یکی از دو حروف و استفاده از تشدید، سنگینی کلمه از بین می رود و سبک خوانده و کوچکتر می شود. خشک، گوت، دور، گت، گوت، دور، دب، لب، گپ، زر، دیپ، کود، باد، پال، تال، تاپ، جات، چاک، بات، مال، راک، دیر، رید، زیک، سیت، کار، پات، کوت، کود، لوت، موچ، نوک، کات، جال. نو دربار پجوانی سوچدهک ببند که چه دوی هم رنگ آبان یکی دیر کنک بید و آیی بدلا دک جنگ بید. نوآموزان به خوبی فهمانده شوند که از دو تا حروف مثل هم یکی برداشته و به جایش تشدید زده می شود.